به رادیو روانپرواز خوش اومدید. خوشحالیم که با دومین قسمت از سری پادکست های روانشناختی رادیو روانپرواز با شما همراهیم. در این قسمت از پادکست قرار راجع به یه موضوع مهم اجتماعی که این روزا به شدت چالش برانگیز شده صحبت کنیم و از زوایای مختلف روانشناختی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرارش بدیم. اهمیت و چند وجهی بودن این موضوع باعث شد که ما مجبور بشیم زمان بیشتری رو بهش اختصاص بدیم تا بتونیم به صورت عمیق و همه جانبه بررسیش کنیم. به همین خاطر این بخش از پادکست در چند قسمت پخش میشه. راستی من اصلا فراموش کردم موضوع پادکست رو بگم. موضوع این قسمت ما ازدواج یا پارتنرشیپه. این که ما آدما توی جامعه امروزی با یه عالمه گزینه برای سبک زندگیمون ترجیح میدیم توی زندگی شخصی و در ارتباط با شریک عاطفیمون کدوم گزینه رو انتخاب کنیم. باهاش ازدواج کنیم یا زندگی پارتنری رو ترجیح میدیم. اصلا بهترین انتخاب کدومه؟ در این قسمت دو مهمون ویژه داریم که قراره به سوالاتمون به صورت تخصصی و روانشناختی پاسخ بدن. دکتر مریم محمدی و دکتر رضوان پاکپور، روانشناس مشاور و روان درمانگر. همینطور دکتر الهه پاکپور به عنوان میزبان همیشگی برنامه رادیو روانپرواز، روانشناس مشاور و روان درمانگر. خوشحال میشیم که با ما در شنیدن ادامه این پادکست همراه باشید. سلام به خانم دکترای عزیز، خیلی خوشحالم اینجاییم و کنار هم قراره بحث و گفتگوی جدید و جالب رو شکل بدیم. همینطور سلام میکنم به مخاطبین عزیز رادیو روانپرواز. با قسمت دوم از پادکست روانشناختی ما همراه هستید و با یک بحث و گفتگوی جدید، جالب، هیجان انگیز و چالش برانگیز که برای خود من به شدت جذابه. موضوع این قسمت از پادکست ما این عنوانو داره: ازدواج یا پارتنرشیپ. یعنی ما برای زندگیمون ازدواج رسمی رو بهتر انتخاب بکنیم یا پارتنرشیپ رو خارج از ازدواج رسمی زندگی بکنیم. حالا چرا این موضوع رو انتخاب کردیم؟ به خاطر اینکه چالش برانگیزه. و حالا چرا چالش برانگیزه؟ به خاطر اینکه این روزا خیلی‌ها رو حداقل تو جامعه خودمون می‌بینیم که نمیدونن که کدوم لایف استایل رو به صورت پایا و مداوم برای زندگی خودشون انتخاب بکنن و این قضیه واسه شون پیچیده کرده زندگی رو. و چون که خلأ وجود بحث و گفتگو علمی علل خصوص روانشناختی در موردش حس می شد، ما سعی کردیم که با طیب خاطر یک محیط و بستری رو فراهم بکنیم که بتونیم راجبش بحث و گفتگو رو شکل بدیم و از منظرهای مختلف بررسیش بکنیم و ببینیم که آیا واقعاً یک جواب برای این سوال وجود داره یا اینکه مثلا میشه یه نسخه برای همه آدما پیچید، یا اینکه نه، میشه یه جور دیگه فکر کرد و از یه زاویه دیگه کلاً به این سوال پاسخ داد. خانم دکتر محمدی، خانم دکتر پاکپور، بفرمایید. درسته، من موافقم با شما.
قطعا این موضوعی که نیاز به تحلیل بیشتر داره. تغییراتی درش در دنیای امروز ایجاد شده، در روابط، در شکل‌گیری جدید روابط، در تعریف روابط برای آدم‌های مختلف با نیازهای مختلف و ما در حال حاضر کاملا این نیاز رو داریم که در جامعه به گونه‌ای بهش بپردازیم که نیاز همه افراد در جنبه‌های گوناگون برطرف بشه. بله، منم اول از همه خیلی خوشحالم که این بحث رو راه انداختی الهه، چون بحث خیلی مهمیه و توی بخش‌های مختلف بویژه با نسل جدید جامعه خیلی این بحث مطرح میشه، چون یه کانفلیکتی هست بین نسل جدید و خانواده هاشون که از نسل شاید قبلتر محسوب میشن با حالا یک سری مضامین سنتی تر یا اجتماع در واقع بشه گفت شاید نسل پیشتر. در نتیجه به نظرم خیلی مهم برای اینکه این میتونه یه استرس خیلی زیادی هم به افرادی که حالا دارای دیدگاه‌های متفاوتی هستن با سنت‌های اجتماع براشون ایجاد بکنه و به نظرم میتونه خیلی موضوع مهمی باشه برای بحث کردن. بله درسته، کاملا توضیحتون جامع بود. در واقع من میتونم اینطوری بگم که ما در وقتی که ازدواج رو دربارش صحبت میکنیم یعنی رابطه زوجی. این رابطه زوجی یک رابطه 2 نفره است که با علاقه، با نیازهایی که هر یک از طرفین برای برقراری این رابطه احساس میکنه شکل میگیره. حالا این رابطه میتونه قانونی بشه، میتونه غیر قانونی باشه، یعنی خارج از چارچوب قوانین یه رابطه توافقی باشه. اگر که قانونی باشه و ما انتظار داشته باشیم که این یک رابطه زوجی موفق و خوشبخت باشه، توش توافق طرفین مهمه. اگر که غیر قانونی هم باشه، باز دوباره توافق طرفین و اینکه تا چه زمانی این توافق ادامه پیدا میکنه و میخوان ادامش بدن مهمه. حالا 3 شکل در حال حاضر در جامعه مشاهده میشه. یه رابطه دوستیه که دوست دختر دوست پسر، که این روابط یه رابطه توافقی و نوع و شکل و تعریفش هم بین زوجین متفاوته. یه رابطه پارتنریه که یعنی 2 نفری که همدیگر رو انتخاب کردن دارن برای مدتی زیر یک سقف با هم زندگی میکنن. حالا زندگیشون زیر یک سقف بستگی به زمانی داره که اونها خودشون تصمیم گرفتن. اینکه زمان مشخصی هم براش نداشته باشن، اینم دوباره میتونه بهشون آسیب وارد کنه. یعنی برای خودشون باید یه زمان مشخصی رو تعریف کنن. میتونه یه زوج پارتنر عمرانی بین خودشون توافق کنن ولی ثبت قانونی نکنن. میتونن برای مدت زمان مشخصی 1 سال 2 سال 5 سال بگن ما فعلا با هم باشیم توی شرایط کنونی، تا حالا بعد 5 سال 10 سال ما تصمیم نهاییمون رو بگیریم که میخوایم ادامه روابطمون چگونه باشه. و اینکه ازدواج قانونی یعنی کاملا رسمی، میری تحت قراردادهای قوانین قرار میگیری. وقتی تحت قراردادهای قوانین قرار گرفتی یعنی علاوه بر اینکه یک توافق 2 نفره وجود داره، قانون و اجتماع هم برات تعیین کننده است، یعنی تأثیر گذاره. این بخش رو من توضیح دادم برای اینکه اصلا بگیم هدف ما از این گفتگو و از این نشست صحبت کردن در مورد چه مفاهیم اصلیه و قراره که این مفاهیم کدومهاشون در جامعه شکل بگیره، کدومهاشون برای جامعه امروز بهتره، بهتر نیست، و یا اینکه باید به نیازهای افراد توجه کنیم، به نیازهای آدم‌هایی که داریم تو این دوره، تو این زمان، با این تکنولوژی، با این تغییر سریع هم تکنولوژی هم جامعه شناسی و روانشناسی، ما باید یه تصمیم درست بگیریم. من با صحبت شما خانم دکتر محمدی خیلی موافق هستم، اما یه چیزی که وجود داره در مورد کل مفهوم ازدواجه. یعنی به نظر من ازدواج به ذات همطور که شما گفتین اجتماع توش خیلی تأثیر گذاره و مسئله خیلی مهمیه و خود این اجتماع بسیاری از ارزش‌های نابهنجاری داره
که به هر حال ما میدونیم الان که دانش آدم ها از روانشناسی هم افزون شده، ما از طریق روانشناسی یاد گرفتیم که بسیاری از ارزش های ناکارآمدی هستند که اتفاقا میتونه به آدم ها خیلی ضرر برسونه و باید تغییر بکنه، ولی خب ممکنه اجتماع پتانسیل این تغییر رو نداشته باشه. در نتیجه شاید بهتر باشه که هر کدوم از افراد خودشون به تنهایی شروع بکنن دست به این تغییر زدن تا کم کم حالا این تغییر گسترده تر بشه. ولی مسئله اینه که ازدواج به ذات چون براش اجتماع تأثیر گذاره، در وهله اول به هویت فردی افراد شروع میکنه به آسیب وارد کردن، به خاطر اینکه ارزش‌های اجتماع اولویت پیدا میکنه و ارزش‌های فرد، و وقتی ارزش‌های فرد اولویت نیست و ارزش‌های جمع اولویته، در نتیجه آدم‌ها نمیتونن اصلا به سمت خوشبختی حرکت کنن توی یه لایه‌هایی حتی شاید، چون دیگه اون وقت باید فعالیت‌هایی رو انجام بدی، به شیوهی زندگی بکنی که مورد پسند اجتماع به طور کلی باشه. در نتیجه چطور میشه از این طریق راه خوشبختی رو در پی گرفت در جهانی که الان من حالا به شخص معتقدم به اون رویکردهایی که معتقدن که هویت فرد ارجح به هویت جمع یا زوج یا هر کدوم از ایناست. در این صورت راه خوشبختی به چه صورت پیش خواهد رفت؟ مهمترین سوال من در مورد ازدواج قانونی، یعنی اون چیزی که در قراردادهای اجتماعی میره ثبت میشه و به قولی قبیله‌ای با قبیله‌ای وصلت میکنه، این چطوری ممکنه اتفاق بیفته؟ حالا اون چیزی که متفاوت میکنه زندگی مبتنی بر ازدواج رسمی و سنتی رو از زندگی پارتنرشیپ، اون قضیه ثبت و ضبطشه، یعنی الظاهر. خب حالا ما به معانی و مفاهیم و زیربنای مهمش هم میپردازیم، ولی فعلا توی استپ اول میخوام یه تعریفی در حقیقت ارائه بدم. به همین خاطر میگم یک تعریفی از ازدواج و پارتنرشیپ و تفاوتی که این دوتا با هم دارن. در استپ اول در واقع این به چشم میاد، اون چه که ازدواج رو متفاوت میکنه از زندگی پارتنری، ثبت و ضبط ازدواج به صورت رسمی، قانونی، شرعی و حقوقیه که به دنبال خودش حالا قوانین و حقوقی و انتظارات و نقشایی رو قطعا به همراه میاره که در زندگی پارتنری احتمالا متفاوته، یعنی این وجهه تمایزشونه. و طبق چیزی که اشاره کردن هم خانم دکتر محمدی هم خانم دکتر پاکپور، این که نسل جدید وارد یک سبک زندگی متفاوتی دارن میشن نسبت به نسل گذشته و سعی میکنن که قضایا رو به شکل نوعی ببینن، یعنی سعی میکنن که اون لباس ها و جامعه گذشته رو حداقل برای وقتی یا شاید حتی برای کل زندگیشون کنار بذارن و یک جامعه متناسب با زندگی مدرن و امروزی به تن بکنن، باعث یک سری اختلاف نظرها و دغدغه ها شده بین نسل قبل‌تر و نسل جدید. نسل جدید دوست داره لایف استایل امروزی انتخاب بکنه، دوست داره آزادتر فکر بکنه، دوست داره متفاوت باشه، ساختار شکن باشه، زندگیشو خلاقانه، پویاتر، نمیدونم متناسب با در واقع مد امروزی پیش ببره و پیشگام باشه. این اصلا ماهیت هر نسل جدیدیه. نسل الان هم نسبت به در واقع زمان خودش سعی میکنه این کار رو انجام بده و این انتخاب لایف استایل جدید خب طبعاً مخالفت طرفداران سنت ها رو به دنبال داره و این دقیقاً چالشه باعث شده که این مسائل اینجوری شکل بگیره دیگه، یعنی تقابل دو تا نسل و در حقیقت این روی یک کاره تقابل ارزش هایی که در واقع گذر سالها وجود داره و آره و قراره بشینیم راجع به این حرف بزنیم، ببینیم که خب نسل جدید وقتی که نمیخواد ازدواج رو به صورت در واقع ازدواج رو انتخاب بکنه، حالا ازدواج وقتی بهش اشاره میکنیم ما بیشتر روی صحبتمون با اون ثبت و ضبط قانونیه و ترجیح میده که زندگی پارتنر رو انتخاب بکنه، اصلا چرا این قضیه شکل گرفته و چه دلایلی براش وجود داره.
و آیا درست هست و آیا درست نیست؟ من معتقدم قطعا در حال حاضر در اجتماع کنونی بخشی از افراد تمایلشون بر ازدواج رسمی و قانونیه. یعنی اینکه حاضرن تو چارچوب قوانین یک رابطه زوجی رو برقرار کنن. ما وقتی که تو چارچوب قوانین رابطه زوجی برقرار میکنیم، یعنی اینکه هم تو رابطه زوجی باید توافق کنیم، یعنی اون فشارهای درونی که رابطه زوجی بین زوجین ایجاد میکنه. وقتی دو نفر با هم ازدواج میکنن قطعا در درجه اول نیازهای همدیگر رو نمیشناسن، علایق همو نمیشناسن، استعدادهای همو، گرایشهای همو، ارزشهای همو به طور دقیق نمیشناسن و تحت یک فشار درونی قرار میگیرن که اینها را با کمک هم به شناسایی برسونن و بتونن به اون توافق در نهایت برسن. اما این در ازدواج قانونی یک فشار بیرونی هم داریم و اون فشار خانواده های اولیه است. یعنی زوجین در حال تکاپو برای اینکه با هم به توافق برسن هستن. حالا از طرفی باید در ارتباط با خانواده های اولیه هر کدومشون هم متقابلن و هم خودشون در ارتباط با خانواده اولیهشون، هم هر یک از اونها در ارتباط با خانواده اولیه دیگری. یعنی 2 تا فشار بیرونی، محیطی، فرهنگی، خانوادگی و اجتماعی، اینا همه میخواد توسط زوجین اتفاق بیفته. یعنی قرار این توافقه، این تعادله ایجاد بشه و قطعا این فشار بیرونی هم باعث میشه که اون توافقی که قراره تحت فشار درونی بین زوجین شکل بگیره کار رو سخت‌تر کنه. کسی که وارد یک ازدواج قانونی میشه آماده همه اینها باید باشه. قبلا باید آگاهی‌های لازم رو کسب کنه برای اینکه بعد بتونه مهارت‌های توافق رو پیدا بکنه. اگر یه دفعه بره توی رابطه زوجی بدون اینکه شناسایی، آشنایی نسبت به این بخش‌ها داشته باشه، خب قطعا کارش سخت میشه و ممکن تعارضات زوجی ایجاد بشه و هرچی تایم تعارضات زوجی بین زوجین بیشتر بشه و دیرتر تحت نظر مشاور و متخصص قرار بگیرن، کار سخت‌تر میشه. اما تو انتخاب پارتنری این اتفاق نمیافته. تو انتخاب پارتنری در واقع پارتنر، 2 نفر که شریک زندگی همدیگر رو انتخاب میکنن، فقط تحت فشار درونی قرار میگیرن. فشار بیرونی که اون فشار خانواده ها و قوانین و اجتماع هست براشون از این جهت که میخوان اون تعادل بین زوجیت و فردیت رو ایجاد کنن کاهش پیدا میکنه. اما از طرفی به دلیل اینکه اجتماع هنوز رابطه پارتنری رو به رسمیت، یعنی در واقع زوجیتش رو به رسمیت نمیشناسه، تحت یک فشار اجتماعی از این نظر هستن که اون رو کافیه با همدیگه این زوجین حل کنن. اما در رابطه دوست دختر دوست پسری نگاه خیلی سطحی تره و در حال حاضر من نمیخوام روی اون قسمت خیلی صحبت کنم. اما رضوان جان شما اگر تصمیم دارید، دوست دارید در این مورد، یا الهه جان شما دوست دارید، میتونید راجبش صحبت کنید، ولی من فعلا این 2 بخش برام خیلی مهمه. درسته، خیلی موافقم. این که آره ما اصلا روی صحبتمون هم خیلی با رابطه دوست دختر دوست پسری نیست، چون که اصلا خیلی شاید تاپیکمون هم نباشه و شاید هم خیلی مثلا جدی گرفته نمیشه. نه که جدی نباشه، یعنی مثلا اون فرمی نیستش که خیلی زوجین با هم ارتباط داشته باشن. ولی خیلی موافقم که این مسئله قانون تو ازدواج یه ذره انگار دست و پا گیره. میدونید مثلا اصلا رویکردهای مختلفم، فرضاً نظریه مختلفم روی صحبتشون در مورد نقد ازدواج همینه، اینکه قانون میتونه ما رو محدود کنه و دقیقاً بیس ازدواج یکی رو قانونه یکی رو شرع دیگه. یعنی هم ادیان خیلی بهش توجه کردن و روش تاکید کردن، حالا مشخصاً یه فرم از زندگی زوجی رو تجویز میکنن یا حتی اصلا دستور میدن، اونم همون رابطه ازدواجه. یا اینکه قانون هم روش تاکید میکنه به خاطر اینکه بتونه کنترل کنه. خب اجتماع عموما مثلا حکومت ها ترجیحشون اینه که یه ازدواجی وجود داشته باشه که بدونن دنیا از چه قراره دیگه، از چه خبره. و این قانونه انگار خیلی زندگی رو سخت میکنه، اینکه ما مدام باید توی یک رابطه شخصی خودمون رو مطابقت بدیم با قانون.
یعنی برای خود من به عنوان یه پوینت منفی ازدواج همینه که باید خودشو آدم با قانون مطابقت بده، در صورتی که آدما عموما تو رابطه زوجی دنبال عشقن، دنبال یه سری چیزای دیگه هم واقعا که اصلا شاید یادشون نباشه که فرضاً مثلا فلان قانون در مورد ازدواج مثلا من چی گفته یا سنت های من چی گفتن یا مثلا فرضاً عرف من چی میگه و اینا دست و پاگیر میشه، انگار مخرب رابطه زوجیه. ببین دقیقاً همینطوره. من اصلا میخوام یک سوال شاید بشه گفت اساسی رو مطرح بکنم، این که اصلا چرا ازدواج؟ خب من چیزی میخوام بگم، این که به نظرم این سوال که خیلی سوال خفنیه که اصلا چرا ازدواج، بعد این که با همین سوال دارم میخواد قسمت در واقع بخش اول از قسمت دوممون رو تمام کنیم و توی همین اوج فعلا خداحافظی کنیم. خداحافظی که نمی کنیم چون تو پارت دوم در واقع بخش دوم از قسمت دوم باز برمیگردیم، چون که میدونم این سوال واقعا اساسیه و بعدش کلی گفتگو و بحث و اینا شکل میگیره و تایم زیادی رو به خودش اختصاص میده. به همین خاطر فعلا توی اوج به نظرم بریم تا پارت دوم رو شروع کنیم.